لابوبو. عروسکی به تازگی توی جهان غوغا به پا کرده و توی ایران هم خیلی معروف شده. شاید تا به حال به ویدیوهای آنباکس این عروسک برخورده باشید یا اینکه کودکتون ازتون خواسته باشه که این عروسک رو براش بگیرید. در نگاه اول این عروسک یک عروسک ترسناک دیده میشه و خب این هم عجیب نیست، به خاطر اینکه از روی یک کاراکتر ترسناک ساخته شده که سازنده اون یک آرتیست چینیه. شرکت پاپ مارت که معروف به عروسک‌های شانسیش این کاراکتر رو گرفته و از روش لبوبو رو ساخته. شاید خواسته باشید که این عروسک رو خریداری کنید، اما در واقع باید بگم که خریدنش اونقدر هم راحت نیست. شاید با دیدن قیمتش بگید که واقعا ارزشش رو داره که اینقدر برای یک عروسک پول داد. حقیقتا من هم نمیدونم، اما بیایم بریم ببینیم واقعا چرا این عروسک اینقدر گرونه. در واقع این عروسک وقتی که ساخته میشه اونقدر معروف نمیشه و تعداد خیلی کمی ازش فروش میره تا زمانی که یک هنرمند کره‌ای به نام لیسا این عروسک رو دستش میگیره و بعد از اون این عروسک غوغا به پا میکنه و همه داخل فروشگاه صف میبندن تا بتونن نسخه های کمیاب این عروسک رو بگیرن. حتی در بعضی از جاها دیده شده که مردم برای به دست آوردن نسخه های کمیاب این عروسک دزدی میکنن. اما خب شاید بگید حالا که این عروسک اینقدر معروفه خب منم یه عروسک میگیرم، اما در واقع این پایانش نیست. یه جورایی میتونیم بگیم که اگر این عروسک رو بگیرید وارد یک سیاهچاله بی پایان میشید. ایران رو نمیدونم، اما داخل کشورهای دیگه فروشگاهایی رو میتونیم مشاهده کنیم که صرفاً برای این ساخته شدن که شما برید اونجا و برای لبوبوی خودتون لباس، کلاه، کفش و انواع وسایل رو بگیرید و مسلماً خرید این لباس ها پایانی ندارن. و خب لازمه این نکته رو هم بگم که وقتی یک عروسکی به این گرونی رو ما میگیریم مسلماً به یک کیف معمولی هم نمیتونیم آویزونش کنیم. حالا جدای از این حرفا، به نظر شما این عروسک بامزه است یا ترسناک؟